سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان، همه شهیدان تاریخ، شهیدان اسلام، شهیدان انقلاب اسلامی و شهیدان دفاع از انقلاب، از اسلام، از حریم اهل بیت و از امنیت کشور تا امروز. قدر خانواده شهدا و پدرها و مادرها و همسرها و فرزندان و برادران و خواهران شهدا و داغداران شهدا رو بندگان صالح خدا می‌دانند. علت هم این است که خدای متعال بر شما سلام و درود فرستاده است. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خدا صلوات بفرسته، خدا درود بفرسته. این خیلی رتبه والا و مهمی است. مریم موسوی، خیر الموسوی، مادر شهید موسوی. شهید ما اخگر علاقه داشته که شهید بود. هر از حالی سنی نیاشته چرا جپا اسم نیستا گذربی اسم آوش کلان کردی دو روز تجلیه کلان کردی تا برنی اول قبول نهردی استا اسمای کلان کردی بردو چی را جپا دیز تا 6 سال طلبه خوانی هرگه نمیویا هرگه مهد مرخصی مگرتی مچه را جپا وقتی که مچه متی کری داشته و اسم مهدی مثل دا هنگه ایمت کلان کردیه مهدیش کلان که مادری جمعه بشو تعلیم دویتی یویز مادره همسرعه محمد اویز تعلیم جنایل همیوتی مت اویز می با اجان تو ویرته مهدی بو مهدی کلان کار روی جورت داشته وقتی مچان را جپا هیچ کسی هنر جورت نیاشته پرچم اون گرتوی تیرا پرچم ایرو دویتیه جا پرچم رو خیلی اخلاق خوبی تی وقتی که از مهد از کم مهد تعدیه مردی هر کی بزسته که کمی احتیاج و چی دیری چرا نمستن مورد میاتی بی ارا کل خوبی ارا هر فقیری بینیاتی چرا نمستن موردی با مردم میشم خوبی شوقی هم مردی با خیلی خوبی ارام برمی زیارت امام رضا متا امام رضا دا شیریم حلال که و ما امام رضا را من با وشتنا بیمم منت بردی ارام مشهد ایسته منی میت برم برمی ارام مشهد کری از جنم دتی هستوریا وجو جنا وجو کل چیم نرام مشهد اول دا شیریم حلال که بتا میر هر شیرت حلال ما رفت ماشینو دیا چه قصه که و نه تا امام رضا بزنی انم امام رضا را شیریم حلال که خیلی اخلاق خوبی تی جفارا ولو برای اجورا بیتیا حجی اورا بیا بوا بیتی قاسم اورا بیا شیخ خو دویتی ای شهید محمد تقی هتوی تی خو توی تی دی آخر جنگ تو هر های نمولر هیچ گرد ساکی پر کردی مچه ها کل چی موارد لباسش داشتی کل مچه ها گاری هم مهردی هر که زمدار بیا نه مهرنی پاسبون هم مهرنی پر ساکی موردی مزوستی هرچی را خوبی موردی را جپا
اصلا من وقتم رولا تو نشتا اون بانا عجنه یا بواد یا قاسم بانا و ندامه بچم تو من سر خود ویتی ارام من نویتی اما را کسانی تر و تویتی شهید مگه اگر نوی ماسته از علایرمان اجیلر ماشین اسلام آباد ماشین وارد دخونایل ما گفتی من کاسوش اجید دخونایل ناری آزاد بی از علایرا یک تر اگر بیوتی وقتی می با نماز بخوانم ای مسجد را هاتوی مسجد نماز بخوانه اخیالی دی کاسا داره نیستی تو ما سامد ورا رسیان هستی داره اسلام آباد اورا شهید بی اما اگر بیتی پاسبان کردویتی دست خیلی بیتی دوی نریج منی اگر گنوی می جوری گوتو استفا و برد و خاکو کرد نیستو بشمی سر کوک بشمی سر جنازه نیستو دو روز اول بیان راحتی داشتیم تو نبود تا بپاتیره نیو بوی هر اول سال بیتی چی رضا گرتی کل کسی هر تعریف معنی مشن رضا خو گرتی اجل کلی ونا رضا خو ما گرتی خوبی امام خمینی هر اول امام خمینی had کل هر یون در کف بین هر بچه‌ان از کنار هشتیونم میو از نیلونم میو شهیدایله هر هنونا مرتبلی کنم هر چه قاسم چه کرم کلنگ منابل هستن اما درس ما خوانه از هنرا مهزیرا و نم مشتهده و بردی ایمه میچابکی من مشتهده و بردی ایمه میچابکی هات بتم چابکی ود می بچم اسم بنیستم ارای الرژیمه آمال گانه کن هرگاه اسمم نیستا 2 سال چم خدماتم کرد ارا تیراندازی وقت بده هر 2 سال حق کات نم سربازی تمام کردی دی هر چیز آبادی هم هست کل تعلیم هم میان ایکر کلنگ بنا ایستان و یه بیا رای 4 سال اسمه اون کل نه دوره تیرو ایجنا شهید ها ننیستا و اسکر سے وره اصلا و شهید ننیستا هر پشت تانک بی از رقیفالی هاتن و تو ماشی مریم هرگاه اولستان هات کور سر برن نظر بکن توی و پشت تانک بیا تیراندازی بیا سرزیر توز دایما چیم ندیم و هر آزایا دیا چوی اورا تیراندازی گرتوی تیا 2 سال اگه سرباز بی دیوید می بچم رای رژیمه تیراندازی ها گرمارگیون رژیمه کنو بکشم مدام ایان انوش رولا ایدام تا مهان و ندا پدرون مور میره به هرگه بگرما می اینو من امری من اینو من امری من انشالله ایسا اینو من مچو مازوستی دست آقای مهر داشت که تو می الان بیاست آقا خمینی قیابیتی بردم دام از زنی وقت مانی که تو خونه من مجبورین یا آشار
را مرکی آوردی گفتم چه بی یه هر که بو ایدام هم هن آوردی یا دوره هر از اول از آبادی هر باوی روزه من گرتی از اون هم خوانی هر اسلامی بیم نیم کل یک تا که ماشن چه اولاد تو نه فامیلال تو هرگز سوش نه جنگ نکرده نه مرافع نکرده نه کس نکشته نه چی هر رحمت بیم هن خواه می داشت 6 سالو بی مویا گری تا زورمت من روزی بگرم مثلا مرون پدرم نه یا علی روزی نیا هر از گذاری کل علی عبادت بیم نر خدا قبول کی هر از اول خوبی ارو کل کس خوبی هر که بزدوستای کمی چی نیریم کمک هم هردی زینم برگم بفنه اوماتیونم زینم برگم بفنه اوماتیونم خبره مباری تو زیحالو بونم به زیحالو بونم دایا وقت جنگم دایا وقت جنگم قطار که بالو سرم پولش دشم بنیمه پولش دشم بنیم بسم الله الرحمن الرحیم. سید نورالدین موسوی هستم، برادر شهید محمد موسوی. در خصوص نحوه شهادت این شهید بزرگوار عرض کنم که اواخر جنگ که عملیات مرصاد بود، خودم اون موقع حدود کلاس اول راهنمایی بودم. تو اون موقع با توجه به شرایطی که به وجود اومده بود تو عملیات مرصاد، اخوی بزرگترم به همراه پدر توی جبهه بودن. این شهید طلبه بودن، یادمه که اومدن سری زدن به خونه، بعد با اقوام خداحافظی کردن و منم اون موقع داشتم بیرون بازی میکردم. از کنار محل بازی ما رد شد، برگشت منو صدا زد تو بچه ها. برگشتم دیدم لباس اعزام و اینا رو پوشیده بود و اومد منو صدا زد و با ما حرف زد. گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفتم دارم بازی میکنم. گفت برو خونه، من میخوام برم جبهه، کسی خونه نیست، مواظب باش، مادر هست اینا هست، شما هم برو خونه دیگه. بعد منو بوس کرد و دست نوازشی کشید رو سرم و گفتم شما کجا؟ گفت من میخوام برم جبهه. بعدها ما شنیدیم از دوستان گفتن که تو همون کسایی که با ایشون طلبه بودن، یکی ازشون خاطره تعریف کرد، گفت شب ایشون میخوابن، بعد بلند میشن سریع لباساشون جمع میکنن، میگن چی شده؟ میگه حقیقت محمد تقی که پسر خالمون میشه 2 سال قبل از ایشون شهید شده. گفت اومده به خوابم، گفته آقا محمد چرا تو وایسادی؟ درهای بهشت دارن میبندن، خودتو برسون. همینو که گفته بود دیگه ایشون لباساشو برداشته بود، اومده بود از خونه خداحافظی گرفته بود و کاراشو انجام داده بود و به خدمت به این منطقه مرصاد اعزام شدن. اخویم که همراه ایشون بود برای ما تعریف کرد، گفت که اومدن تو گردان. بعد من بهشون گفتم شما چرا اومدید؟ اصلا ما نخواستیم که نیرو بیاد. گفت نه، من خودم میام که به بچه‌ها روحیه بدم. با توجه به اینکه شنیدم که این اتفاقات افتاده و یک کمی روحیه افراد اومده پایین، اومدم که روحیه این رزمنده‌ها رو ببرم بالا.
میان جزونده ها رو جمع میکنن و براشون مراسم دعا و توسل میگیرن و عملیات که شروع میشه در منطقه اسلام آباد که همین تنگه مرصاد میشه، هم رزم ایشون که داخل شهر هستن مجروح میشه. ایشون چون هم دوره امداد تو سنوات قبل دیده، به ایشون کمک میکنه و جراحت ایشون رو که داره باندپیچی و در حین حمله ایشون به محل امنیه متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار میگه و به فیض شهادت میرسه. اخویم که از با همراه ایشون بود گفت که ما گفتیم که به صورت منظم از این منطقه که هستیم تا منطقه‌ای که مشخص کرده بودن به حالت گروهی برگردن. گروهی که همراه این شهید بودن میرسن به محلی که قرار قبلی گذاشته بودن. بعد اخوی میپرسه پس محمد کو؟ بیان حقیقت با آقای فلانی تو شهر موندن. اینا هم 2-3 نفر رو میفرسته، میبینن نه دیگه دسترسی به شهر مقدور نیست و نمیتونن برن که اطلاع دقیقی از ایشون به دست بیارن. و در این عملیات ایشون به فیض شهادت رسیدن. اخویم خیلی ناراحت بود از این بحث. میگفت تمام این مدتی که با هم بودیم مثل یک برادر نه، مثل یک محافظ می اومد و از من حمایت میکرد. تو این چون اخویم فرمانده بودن گفت اصلا نمیذاشت که من هیچ وقت تنها بمونم. گفت اصلا روحیهش متفاوت بود با سریای قبلی که اومده بود جبهه. ایشون این شهید ما ورزشکار بودن، کشتیگیر بودن، هم از نظر بدنی ورزیده بودن، هم اولین سریایی که اعزام شده بودن دوره‌های امداد اینا رو یاد گرفته بودن. بعد از اینکه تو این چند عملیات مختلف شرکت کرده بودن و اخویشون هم که فرمانده بودن اطلاعات نظامی اینا داشتن که وقتی که یک حمله میشه و وقتی که کسی مجروح میشه یا دستور میدن برای جابجا شدن نیرو باید چجوری عمل کنه. ولی همین که دیده بود این رفیقش زخمی شده، به خاطر اینی که ایشون جا نمونه و دست منافقا نیفته ایشون رو عقب کشیده بود تا جایی که تونسته بود آورده بود، ولی دیگه داخل شهر اسلام آباد به شهادت رسیده بودن. این شهید در وصیت‌نامه‌شون یه جمله‌ای رو گفته بودن آنقدر در دریای خون شنا میکنم که به ساحل پیروزی برسم. همیشه الگوی واقعی ایشون امام حسین بود و در تمام مراسماتی که داشتن و سخنرانیایی که داشتن به تبع شغلشون که روحانی بودن تمام جوانان رو تشویق میکردن برای حمایت و ولایت مداری. و واقعا من به عنوان یک اخوی که ایشون رو تا حدودی میشناختم کاملا درک میکردم که چقدر برای ولایت و برای اسلام زحمت میکشیدن که بتونن اسلام اصلی رو به این مردم نشون بدن.